به هپی تراول تیست خوش اومدید. امروز میخوام باهاتون در مورد دو تا از خورشت‌های خوشمزه گیلانی صحبت کنم. دو خورشت که به ظاهر شبیه، چون هر دوتا مواد اولیه تقریبا مشابهی دارن، لپه، مرغ، تخم مرغ، اما سبزیجاتشون با هم متفاوته. برگسیر دسته چنده؟ سه تا به من میدی؟ سه تا. تخم مرغ تونه چنده؟ مرغ 10 تومن، مرغ 12. برای تهیه برگسیر به بازار رفتم، کمی گشت زدم، برگسیر رو خریدم و به منزل برگشتم. در میدان خاطره ها کبوتران پیام آوران صلحند و ساعت برج زمان را به مهربانی می‌سنجد و گاهی با بیرحمی. درختان گواه حقیقت زندگی هستند. زندگی جاری است و ما در آن جریان داریم. چون شعرهای پیچیده دل سایه می‌افکنند بر لحظه‌های بی‌شتاب. سیر قلیه از خورشت‌های جانان ما گیلانی هاست. بسیار دوستش می‌داریم. مرغ و لپه رو میذاریم بپزه. برگسیر رو که خرد کردیم در روغن با زردچوبه فراوان سرخ میکنیم، ولی نباید زیاد سرخش کنیم. اندازه نگهدار که اندازه نیست. لپه ها و مرغ رو به برگسیر سرخ شده اضافه میکنیم و تفت میدیم. و مثل همه خورشت‌های گیلانی یه تخم مرغ به خورشتمون اضافه میکنیم و میذاریم بپزه. از بالای این ساختمان بلند شهر زیر پای ما کوچک و پرهیاهوست. خیابان‌ها مثل رگ‌هایی روشن می‌درخشند. آدم‌ها نقطه‌هایی در حرکتند و باد خنک روی تراس حس آزادی را در دل می‌نشاند. اینجا جایی است که فاصله میان ما و زمین فرصتی برای اندیشیدن می‌شود. جایی که سکوت آسمان و هیاهوی شهر در هم می‌آمیزد و چشم‌انداز قصه‌ای بی پایان از زندگی را روایت می‌کند. تراس خانه دوستمان مثل سکوی آرام در دل شهر است. جایی که چشمانداز ساختمان‌های بلند با لطافت باغچه کوچک در هم می‌آمیزد. میان گلدان‌های سبز
نسیم عصرگاهی می‌وزد. در تراس ایستاده‌ام. مهمان‌ها در حال صحبت با هم هستند و من در حال تماشای فیلم. و در همین زمان بود که ایده مقایسه خورشت سیرقلیه و مرغ ترش به ذهنم رسید. آموزش سیرقلیه رو در ابتدای ویدیو دیدیم و آموزش مرغ ترش رو هم در ادامه ویدیو می‌بینیم. برای درست کردن یه مرغ ترش خوشمزه، سیر و نعنا و چوچاق رو با هم تفت میدم. از اضافه کردن زردچوبه غافل نشید. سبزی خورشتی هم بهش اضافه کنید و تخته. رب گوجه، رب انار و کمی پیاز سرخ کرده بهش اضافه میکنیم. در ادامه لپه، مرغ و در آخر مثل بقیه خورشتای گیلانی تخم مرغ هم اضافه میکنیم و میذاریم تا خوب خورشتمون جا بیافته. شک نکنید نتیجه کار فوق‌العاده است. یک خورشت فوق‌العاده خوشمزه. نوش جان.